جالبه هممون یه چند تا رفیق داریم که چه ببینیمشون چه نبینیمشون، چه زنگ به هم بزنیم چه نزنیم، حسابشون از بقیه برامون جداست. فکر کنم همتون تو زندگیتون دارید. منم دارم، منم یه 5-6 تا رفیقی دارم که شاید به خاطر شرایط کاریم، به خاطر شرایط زندگیم کمتر از قبل ببینمشون، ولی همیشه مطمئنم تا ابد حساب یه آدما جداست، چون رابطه و رفاقت ما در گروه منفعتی نبوده، بابت چیزی نبوده که از هم میخواستیم. رفاقت ما واقعا جوری بوده که هر لحظه‌ای که به هم نیاز داشتیم همون لحظه بودیم، چه تو خوشحالیامون چه تو ناراحتیامون. این رفاقت ها چند سالم از هم دور باشین همیشه موندگاره. این چند تا رفیقی که من دارم میگم خودشون میدونن، همیشه هم به خودشون گفتم. خیلی مخلص همتونم.